السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان عزیز، امیدوارم که همه کس خوب هستین. از ما با جهان ملت بیچاره تری نیست. از ما با جهان ملت بیچاره تری نیست. مظلوم تر از ملت تاجیک دیگری نیست. صد شهر به خون تر شده کس را خبری نیست. سوگند به نام شما در بدری نیست. اولا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران، مادران، خواهران و اهل تاجیکستانیان، من سلام خود را به همه هموطنان خودم میرسانم. من یک مراجعه داشتم برای پدران و مادران. پدران و مادرانی که فرزنداشان در روسیه کار میکنن. من یک کمی میخواهم صحبت کنم که همین پدر و مادران که همین صدای من به گوش آنها رسد. سوال یکمی من چونین است: پدر و مادرانی که فرزنداشان در روسیه هستند، یعنی دیگر کشورها هستند، بسیاری ها روسیه و دیگر شهرها وفات میکنند. همه خیلی عادت شده که پدر و مادرای ما با که فرزندشان که مرد میگویند که تقدیر و نصیب همین بوده است. با دیگه همسایه ها میگویند که بچه فلانی مرده است. بچه فلانی مرده است، خدا رحمت کند. خودی میگویی که بخشش میپرسم همه ایشان با یگان خر مرده است، یگان سگ مرده است، یگان گاو مرده است که عادت دهن مردم ما خدا رحمت کند تمام و شما 9 ماه از شکمتان کلان کردید، بعد 9 ماه تولد کردید و 18 ساله کردید و مکتبای عالی به خواندید، دیپلمش خریده. دیپلم که گرفت جای کار که نیافت تاجیکستان و 800 سامانی به پاسپورت غلامی را قرض و قواله کرده خریدید. فرزندتان دادید سوی روسیه روان کردید. وقت از اونه که فرزند شما را قتل میکنند روسیه به تاجیکستان روان میکنند، میگویند که ای خدا رحمت کنه فرزندی من مرد. فرزندای بخشش میپرسم پدر و مادرای ما میمرن، یعنی که غم ندارن. اگر برای گویی که رحمانوف شما برای خطا رفتید، همه تلخ کف میشوند. خودی میگوی گواری رحمانوف آسمان بغلتیده باشه. رحمانوف هم رنگ ما و شما آدم، یک انسان. پدران و مادران، من شما بار دیگر مراجعت میکنم. اگر همین نواری مرا یک کس، یک پدر و مادر، یک برادر، یک خواهر، یک اپا، یک ینگه و یا یک خویش و تبار نزدیک من برآمده گویند که فرزند ما روسیه به مرد، گروه باشه تاجیکستان رای کردن، رحمانوف تعزیه پرسید که هموطن من برای بودجت دولتی من کار میکرد، وفات کرد. مادری مهربان، من پرزیدنت تاجیکستان، من به نزد تو آمدم. من میخواهم که تسلیه پرسم که فرزند جوانی تو مرد روسیه با کدامت بندگی گفت؟ کدامت؟
کدام یک شمای رحمانوف بندگی گفت فرزندتان مرده میباید پروا ندارید رحمانوف خطا گیاش گویم تلخ کف میشویم برای چی خدا ما را آفرید یک بار ما تولد شدم مادرم با حیاتی دوباره هیچگاه نمیبینی شما کمتر رحم و شفقتتان برای فرزنداتان زیاد کنید و انسانهایی که لپش خورده میگردن تاجیکستان و عذاب این بدبخت های بیچاره های ندیدین این سرسخت هایی که پدولا به خواب میکنن گرج های رسیه به خواب میکنن ندیدین برای همین میگن که تاجیکستان آباده تاجیکستان با 4 تا دام برداشتن چه برداشتن دیگه کنی زواد فابریکا چه با اینقدر شما مردم فریب میکنه تا که فریب شما میرود نسل آینده چی میشود بگذار که پرستش کردن گیرین رحمان و تا روزی مرگشه آینده نسل شما چی میشود سرزمین ما بخشش خطایی آمده گرفتاسن رنگی آب تاوی بازار شده که سرزمین های ما بخشی زیاد ما هم خاموشیم برای چی؟ برای چی نسل زیاد میکنه فرزندای برای چی تربیه میکنه برای رسیق غلامی رای کردن بیایم بس کنین آخه این ترس و حراسه بعد من برای افسرهایی که میروند پدر و مادرای غم میتن من مراجعتم به همونا شما اگر مردک باشه ما رقمای میمونیم ما بزنگ زنه هر دری خانه رفته عذاب نتین پدر و مادرای کلان ساله رنگی پدر و مادری سلیمان دولتوف کجای آباد کرده هم رفته خانی سلیمان دولتوف که شما رحمت گفت همه لعنت فرستاد اگر مرد باشین شما مرحمت موقتی زنگ زنین موقتی صحبت کنین اگر شما هموطناتون رو دوست میدارین برای همین من احترامانه بار دیگر خواهش میکنم برای پدر و مادرانی که فرزنداشون مهاجرت با شما حق اونا بیرحمی نکنین التماس میکنم که قدر آنها برسین باید همه هموطنی که داخل تاجیکستان با هست برای برادرای مهاجر اپای خواهرای مهاجر باید که تشکری بیان کنن که همینا سمرای میکنن شما قامتاتون راست برای همین من بار دیگر بخشش میپرسم اگر یگان گپی وزنی گفته باشم یگان گپی سخت گفته باشم لیکن باید ما اندیشه کنیم برای فرزندان باید ما دل ما سوزد برای چی ما فرزند کلان کردیم پروردگار مهربان نشان ندهد 1 سال 2 سال کار میکنن میمرد به زمین 2 سال پدر و مادرش ندیدن مرده شرایی میکنن نه پدر و مادر بیچاره فرزنده دیده است نه این بیچاره پدر و مادرش دیده است یا فرزنده کاش دیده است بیاییم بس کنیم به نام خدا که ای بس باید که هر یک شهروندی تاجیکستان میمرد شما دفاع کنین پدر و مادر آواز بلند کنین که برای چی کشته شد برای چی مرد همینه فراموش نکنین من همه شما خواهش میکنم که این خیلی بدبختی بست هزار مرده ها میرود تاجیکستان با هزار ها مرده ها میرود
که یک بار پرزیدنت شما برآمده تسلیه بیان کرد؟ من بخشش میپرسم، هزاران بار بخشش میپرسم، کدام دولت اروپا با همون بچه بازای ترور کردن چیکار کردن؟ رحمانوف برآمد تسلیه بیان کرد که همون یعنی قتل کردن. فرزندای شما مرده میرون، رحمانوف پروا ندارد. گفتی урус аз личби деньги пускай они отправит. камак қадри падару модаро фарзандо бирасин. бахшиш падару модаро қадри фарзандои меҳрубонтон бирасин. ин азобҳои ман дидагӣ. ман тамоми ҷо ба хоб рафтам. мана ҳатто мардум меҳмонӣ ҷиғ зада чилли зимистон ба дара арӯи ман накушоданд. من گشته پیاده 5 کیلومتر جای خوابم رفتم. مایا میبرویند افراطی میگویند گناهگار میکنند. دلیل کنی، مرحمت دلیل حجت کنی، بیارین دلیل حجتاتونه. ما دردی دل مایا میگوییم، نه اینکه ما سفسطه میخونه. من درد نداشته باشم من هیچ گاه برآمده اینجا به گپ نمیزنم. بار دیگر تاکید میکنم برای پدر و مادران که فرزنداتون فریاد کنین بیاین تاجیکستان با نزد شما با بیاین که این خیلی دور بسیار نگردن. سالهای دراز همه را گناهگار کردن کو کدام ستاتیایی که به اساس زدن سر ایمان با ما رفته نمیتونیم. لیکن شما فرزندایی که خوار و زارن آنها را جیغ زنیم بیاین پیش پدر و پیش شما، پیش یعنی او الهاشون، پیش زن فرزنداشون، اساس پیش پدر و مادراشون. من میخوام البته بری پدر و مادرم باشم. حاضی من مثال میگویم که یعنی اینا بخشش پرسی، اینا توی چی میکنن؟ بخشش پرسی اگر توی میبخشن یعنی بخشش زیاد توی میبخشن تو تاجیکستان بیا. و من چیکار کردم که من اینا بخشن؟ من پروردگار بخشن. من رفتنی هم شوم من میگویم که از این حکومتداری های شما من راضی نیستم. من میخوام که مردم تاجیک وطنی خودش به کار یابد، وطنی خودش به کار و فعالیت کند. یک انسان نمیگوید که برای چی زن مرد جدا، برای چی هیچکس سوال نمیتد. احسن برای مادرای تاجیک صبر و تحمل میکنند، شوهرای بیچاره‌شان نگاه میکنند 1 سال 2 سال 3 سال. من تشکری میکنم برای همه مادرها. پروردگار همیشه شما را از چشم شیطان نگه دارد، از فریب شیطان نگه دارد شما نه. بعد دوامی گپم که یعنی من رفتم تاجیکستان، من خر رفتم در بوستیم شما بخشیدتان. بعد چی میشود؟ من کار کردنم در کار. من یعنی پدر و مادرم با یعنی زن و فرزند من خوراندنم در کار. کجا من کار میکنم؟ 400 سامان شما کتی هوا کار نیست. کجا من کار میکنم؟ ما رفتیم خواهد شما ما را بخشیدیتان با گفتی خودتان. السلام علیکم.